ویدیو من یه تله مرگ بزرگ ساختم و تازه این فقط یکی از تله هاییه که ساختیم. در ازای هر تله‌ای که این شرکت کننده بتونه رد کنه $100,000 گیرش میاد، ولی اگه حتی یه تله رو هم ببازه همه چیزو از دست میده. تله اول ساده است، اون باید از قفس بیاد بیرون و از خروجی روی سقف خارج بشه قبل از اینکه دیوارا لهش کنه. حاضری یا نه؟ حاضرم. مطمئن؟ برو دیگه. یکم بیادبه ولی باشه. چجوری باید از اینجا بیام بیرون؟ هی مک، راهنمایی میخوای؟ سقفو چک کن. در پای $100,000 پول وسطه. فقط اینقدر مونده سیخ بهش برسه. صندلیو چرا داری میشکنی؟ مک زود باش دیگه. من زورمو میزنم خفه شو جیمی. الانه که دیوارا بستشن مک زود باش. بیا دیگه. زود باش. بیا بالا. خوبه. $100,000 بردی. اما یه لحظه صبر کن ببینم، یه لحظه. اما من همین الانشم یه تله دیگه واسط آماده دارم و اگه رو این $100,000 تا ریسک کنی میتونی $200,000 تا ببری. بهش فکر کن، ولی اگه بگی نه من دیگه ویدیو ندارم. خیلی خوب پایم. علیه بزن. شاید الان مک خیلی با اعتماد به نفس باشه، ولی هنوز 10 تا تله دیگه مونده که اگه $1,000,000 میخواد باید شکستشون بده. ولی اول بیای ببینیم $200,000 تا رو میبره یا نه. خوش اومدی به تله شماره 2. درو ببندیم. خوب که زیرش نبودیم. تو این دوتا کیف $200,000 پول نقده. تنها کاری که باید بکنی اینه که اون دکمه قرمز رو بزنی یا از این در بری بیرون. اگه اون دکمه رو بزنم چی میشه؟ بزن تا بفهمی. میخوای با هم بیای؟ نه ممنون، من همینجا میمونم. خب بیا با هم بریم. برو دکمه رو بزن. یادت نره $200,000 پول بی زبون. من نمیدونم وقتی اون دکمه رو بزنم چی میشه. بابا بزنش دیگه. اوه نور پردازی رو داشته باش. فکر کنم دیگه فهمیدی این تله چیه. اگه بخوری به لیزرها این در بسته میشه. محدودیت زمان داره. محدودیت خوردن به لیزر داری، اونم یه باره. فکر کن بخوره به همون لیزر اولیه. واسه قد بلنده هم ساختی نشم. ای بابا میدونستم میخوابه کف زمین، واسه همین یه چند تا لیزرم این کف براش گذاشته. خدایی اونا رو دیگه نمیشه رد کرد. جدی میگم. عجب وضعیتی. خدایا الان دیگه 2 تا دورت لیزره. مک من بودم تکون نمیخوردم. جیمی اگه بخورم به یکی از اون لیزرها چقدر طول میکشه اون در بسته شه؟ کمتر از 1 ثانیه. خیلی خب پس یه قدم برو چپ. از سر را برو کنار. خیلی خوب. ممنونم. 3 2 1 پشمام اصلا نمیدونم چی بگم. هنوز تموم نشده. میخوای با همین $200,000 تا بری یا ریسک کنی واسه $300,000 تا؟ فکر کنم برم برای سوم. پس بزن بریم. متاسفانه برای مک رد کردن این تله ها هر بار سخت‌تر و سخت‌تر میشه، مخصوصا این یکی. مک بیا تو. الان تو تله شماره 3 هستی. خدایی ببین چقدر خفنه. 60 روز طول کشید تا اینجا رو ساختی. وای این از $200,000 تایی که تا حالا بردی. فقط کافیه این $100,000 تای دیگر رو برداری و از مسیری که اینجا بهت نشون میدم بری و از این در خارج بشی. خب وقتی پولو بردارم چی میشه؟ دور و بر تو نگاه حالا کن. سرتو ببین. سک. بله. خیلی هم عالی. الان فهمیدم چی میشه. معلوم بود دیگه. راش. اصلا اینکه این پولو بردارم اون سنگ میاد که لهم کنه. آره و اگه سنگ لهت کنه من $300,000 همو برمیدارم. بابا من میام بیا. اینجا که یهو سنگ نزنه منو له کنه. خب برام شروع کن به شمردن. از 3 3 2 1 برو. یا خدا داره میاد. بودو. داره میاد. بیا. راستشو بخوای از چیزی که فکر میکردم سریعتر میدهی. یا خدا فقط اینقدر مونده بود له بشه. میخوای بری واسه 4می؟ واقعا نمیدونم چی. خوب داری پیش میری که اگه این بهم میخورد چی میشد؟ میمردم. وقتی به نولان خوردی این اتفاق افتاد. درد داشت. متاسفم میخوام روش فکر کنم. آره تصمیم بزرگی باید بهش فکر کنی. خب چی شد؟ خیلی خب یکی دیگه میره. یکی دیگه؟ آره یه دونه دیگه. خب بریم ببینیم کل پولاشو میبازه یا بیشتر برنده میشه. بابا اینجوری نگو دیگه جیمی. مکو کردیم توی توپ. چطوره؟ الان که تو این توپم تازه فهمیدم که چه بوی گندی میده. خودت خواستی درو باز کنید. به تله شماره 4 خوش اومد.
واسه این چالش من یه ویدیو گیم تو دنیای واقعی ساختم. فقط میتونم بگم پرام. مک واسه بردن $400,000 فقط کافیه این مسیر رو طی کنه. فقط میگم که بدونی اگه اون پایین بیفتی نباید بیفتی. بله کاملا واضح. آها و نکته آخر چیه؟ فقط 5 دقیقه وقت داری که این چالش رو پشت سر بذاری. خیلی خوب باشه. واسه شروع اول با این سکوها که خیلی سخت نیستن شروع میکنیم. با این توپ خیلی سخت‌تره. اگه مرحله اول انقدر براش سخته صبر کن تا به اون قسمت متحرک اون طرف برسه. اصلا آسون نیست. ای خدا. بپرم. مسخره. مک احتیاط کن. سر $400,000 میشه منم بیام بالا؟ تو دیگه کجا؟ نمیدونم بابا منم میخوام تو ویدیو باشم. ویدیو خودمه. خیلی بده. تا اینجا که چیزی نبود. از اینجا به بعد تازه سخت میشه. اینجا تازه سخت میشه؟ مگه از اون موقع تا حالا آسون بوده؟ ای بابا عجب وضعیتی. برعکس بقیه چالش ها انگار تو این یکی خوب داره پیش میره. حفظ تعادل تو این توپ از چیزی که به نظر میاد سخت تره. همه حرکاتتون رو تشکیل میکنن و اینجوری هر آن ممکنه زمین بخورید. بابا نمیشه تو این توپ تعادل داشت. داداش واسه $400,000 خیلی هم آسونه. موانعی که تا اینجا تو تله دیدین در برابر موانع بخش پایانی هیچی نیست. اینجاست که چالش واقعا سخت میشه. متاسفانه اشتباه میکردم. مک علنا این بخش آخر رو تو 10 ثانیه قورت داد. ای وای مواظب باش. مادر نزایده منو ببازونه. داریم که از خوشحالی رفت. میخندیدی؟ چی بگم والا وقتی طرحش رو کاغذ داشتم به نظر خیلی سخت‌تر میومد. هرچند تله ها از اینجا به بعد از هر چیزی که تا حالا دیدید سخت‌تر میشه. یه معما برات دارم. اگه گفتی چی بهتر از $400,000؟ $500,000. خب بگو ببینم ترسیدی یا میخوای 500,000 تا ببری؟ خب اگه بقیه‌شم به همین آسونیه پس بزن بره. من نگفتم آسونه ولی جواب مثبت تو قبول میکنم. توی این تله مک باید مایو بپوشه چون شاید لازم باشه یکم شنا کنی. جیمی این چه سهمیه؟ مک لطفا بپر تو آبی که اینجاست. میدونین قراره چی کار کنی؟ نه والا. خیلی خوب. این تله در عین سختی خیلی هم ساده است. با شروع تایمر پولت به سمت اون آتیشه بزرگ میره. واسه متوقف کردنش کافیه که اون اهرمو بکشی و واسه رسیدن به اون اهرم باید از این تونل زیرآبی بگذری و قفل هر 4 دری که سر راهت هستن رو باز کنی. ردیفه. احتمالاً واسه سواله که این چوب لباسی واسه چیه؟ قراره با این قفل رو باز کنی. مک حاضری یا نه؟ حاضرم. 3 2 مک اون چیه پشت سرت؟ زمانت از همین الان شروع شد. گل نمک. این پول دقیقاً 3 دقیقه دیگه وارد اون آتیش میشه. مگه اینکه مک بتونه از اون طرف بیاد بیرون و اهرمو بکشه. داره سعیشو میکنه. چطوری اینقدر نفسشو نگه میداره؟ مک تونست اولین قفل رو باز کنه. تو میتونی من. تا اون داره سعی میکنه $500,000 رو برنده شه بیاین بهتون از بازی اسامبل گایز بگم. یه بازی رایگان چند نفره که با افرادی از همه جای دنیا بازی میکنی. آخرین نفری که زنده بمونه برنده است. هر بار که مک یه قفل رو باز میکنه مجبوره عمیق‌تر توی آب فرو بره که یعنی وقت کمتری واسه باز کردن قفل بعدی داره چون باید برگرده و نفس بگیره. درست نمیتونم ببینم. خدایی سخته. داره همه ی تلاششون میکنه. اسامبل گایز حتی چند تا ویدیوهای معروفمون رو به صورت مرحله تو بازیش آورده. تازه جدیدن اسکینای مستر بیست و همینطور یه سری ویکتوری انیمیشن اختصاصی هم به فروشگاهش اضافه کرده. در سومو باز کرد. راستی حالا که تا اینجا اومدی لطفا همین الان ویدیو رو لایک کن چون میدونم بعدن یادت میره میگم. تازه میتونی واسه دوستاتم بفرستی یا یه بار دیگه هم با خانواده ببینی. خیلی خوب. فقط یه در دیگه. بای بای. فقط یه ذره مونده تا پول بره تو آتیش.
شت تمام شد. تونست در چهارمم باز کنه. اهرامو بکش، باید اهرامو بکشی. تونستی پولو نجات بدی. وای خدا جون. ای وای نه دیوونه شدی. احتمالا به خاطر کمبود اکسیژن باشه. به خدا به زور دارم میبینم. خیلی خوب، اون 500,000 تا رو میبینی که تو هواست؟ میخوای ریسک کنی یا بکنی 600,000 تا؟ میخوام رو راست باشم، تله بعدی احتمالاً آسون ترین تله است. جدی میگم، یعنی اگه میخوای بیخیال شی هم به نظرم واقعا الان نباید بشی. خیلی خوب. جدی؟ بله. امکانش هم از دروغ گفته باشم. چی؟ ولی در واقع دروغ نمیگفت. هر کسی که حس چشایش درست کار کنه میتونه راحت این مرحله رو رد کنه. به تله بعدی خوش اومدی. احتمالاً این آسون ترین $100,000 زندگیت بشه. اوکی؟ باید بین شکلاتای مستر بیست و این شکلاتای هرشی انتخاب کنی. یکیشو باید بندازی دور. همینه. شکر فقط مستر بیست. بقیه شال 100,000 تا دیگه بردی. بله که بردم. حالا تو $600,000 پول نقد داری. جیمی این پول 6 تا لامبورگینیه. به اضافه یه مستر بیست شکر. اینم اشانتیون. دمت هم گرم. میخوای این $600,000 پول بی زبونو ریز کنی تا شاید $700,000 پول زبوندار ببری؟ دیوونه ای بابا، یه حسی میگه الان میگه. خیلی رفیق اگه با منم بفهمه این پولو از دست دادم پارم میکنه. ولی آره یا نه؟ یه دونه دیگه که جای دوری نمیره. کیسک تو ضرر باشه بریم تو کارش. فقط قبلش من چیزی ازت میخوام لطفاً. خب دفعه بعدی نرو رو مخم باشه. باشه. واسه رفتن سراغ تله بعدی باید به مک چشم‌بند بزنی. میتونی ببینی؟ نه نمیتونم ببینم. دروغ گفت. انگار باید دولایش کنی. امیدوارم از ارتفاع نترسی. اگه براتون سواله که چرا گفتم ارتفاع، به خاطر این بود. بفرستمون بالا. داریم میریم بالا. نه. مک فهمیده که داریم میریم بالا ولی نمیدونه چقدر. ما الان بیشتر از 60 متر تو هوا هستیم و مک قراره با بزرگترین ترسش مقابله کنه. اگه موفق بشه میتونه با $700,000 بره خونه. بیا مک بذار این سد آشغالو بردارم. مواظب باشید. مک به تله بعدی خوش اومدی. امیدوارم از ارتفاع نترسی. معلومه که میترسم. خیلی وحشتناکه. این تله خیلی ساده است. فقط باید با موفقیت برسی اون طرف از روی این تیغه خیلی نازک. خیلی خوب. خدایا رسما دیوونگی. نمیدونم چه جوری میخواد این کارو بکنه. داداش راستیتش الان پشمام ریخته. خیلی ترسناکه. خدایی ترسناک. ببینم خودت هم حاضر این کارو بکنی؟ 100 سال سیاه عمرم بابا. $700,000 در برابر بدترین ترسش. ببینیم چی میشه. خیلی خوب دیگه نباید زیاد بهش فکر کنم. عاشق اشک خالمه. کارل تکون نخور. انگار رفت که بره. مراقب باش. یا خدا. خدایا جدی داره میره. ای وای. ای وای. آره ایوان مادر نزاییده. همینه درستش همینه بیبی. آره درست. خدایا چیزی نمونده بودم. جوری که چند قدم اول برداشت گفتم عمرم برسه اونطور که قول دادم دیگه سعی نمی‌کنم مختو بزنم. میتونی همین الان با $700,000 بری خونه یا ریسک کنی یا بری واسه $1,000,000. انتخاب با خودته. الان این فرصتو دارم که با یه عالم پول برم خونمون. ولی آخه الان خیلی نزدیکم. مطمئنم بچهای توی خونم دلشون میخواد 3 تا چالش آخر رو ببینم. بگیرم من که میخوام. خب جواب نهایی اینه. میرم واسه بعدی. اگه تو تله بعدی ببازه خیلی ناراحت میشم. حالا بین مک و $1,000,000 فقط 3 چالش فاصله است. از تصمیم گرفتی ریسک کنی. خیلی استرس دارم. نور، تله بعدی احتمالاً یکم آشنا باشه. پربازی ترین ویدیوی ما ویدیوی اسکوید گیمه. بنابراین با خودم گفتم چرا بازی پل شیشه‌ای و با بازی بریدن شیرینی قاطی نکنیم و یه تله جدید نسازیم. درست مثل اسکوید یه شیرینی اینجا داریم. باید شکلی که وسط هست و ببری و به صورت کامل بذاریش اینجا روی اسکنر. اگه شیرینی بشکنه دستگاه تشخیصش نمیده و از این پل پرت میشی پایین و بدبخت میشم میره. ولی اگه موفق بشی در باز میشه و باید 3 بار دیگه هم تکرارش کنی. خب چقدر وقت دارم؟ محدودیت زمانی نداره. خدا رو شکر. ولی
خدا رو شکر. اینجوری شاید 1 ساعت طولش بدی، پس شاید محدودیت بذارم. نه برام محدودیت زمانی نذار. ببینم چی میشه. فعلا شروع کن. خیلی خوب نگاه کن یه چی یاد بگیری جیمی. استراتژیم اینه که انقدر لیسش بزنم و تخمالش کنم تا شکرش آب شه. اون موقع با سوزن این شکل این که استراتژی اسکوید گیمه. آره اونطوری هم میشه گفت. راست میگی. میگم مک برو اون دارم لیس میزنم. خرید ندارم که. همون گوشه بمون. دم پاییم چی؟ نه حالا دیگه یه لنگ کفش ندارم. حقته. حالا بذار کارمو بکنم. چقدر طولش میدی؟ ببین میفهمم ها. این پول برای حضرت علی پشمم نیست. ولی برای من زندگیمو عوض آره میکنه. راست میگی. پس اگه دلم بخواد تا صبح همینجا میشینم و فقط لیست میزنم. باشه بابا راحت باش ببخشید. بجاش تو بعدی واسط محدودیت زمان میذارم. نه نصف راهو رفتی. شد دیگه نه؟ آره بذارش اونجا. تونستی. نور لطفاً. احتمالاً از پس مثلثم بر بیاد، ولی بعد مثلث ستاره و چتر رو داریم که خیلی سخت ترن. خیلی خوب. شیرینی لطفاً. صبر کن یه لحظه قبل از اینکه بریم. ای وای یکی دیگه بهت میدم. پولاتو آوردم نزدیکت که یادت نره داری سر چی مسابقه. یه بخشش دیگه خیلی دوره. بابا یکی دیگه بهت میدم. خیلی خوب. میتونی بری ادامه. راستشو بخوای پشیمونم که قبول کردم. جدی؟ آره. میبینم حتی فکر باختنم به همت ریخته، پس به نظرم اگه این مرحله رو رد کردی دیگه برو خونه. میخواستم بعد از اون رد شدن از ارتفاع برم خونه. تو بعد هر کدوم از تله ها میخواستی بری خونه ولی هنوز اینجایی. اون تیکه هم در اومد. میمونه تیکه آخر. یا خدا موفق شد. اوکی بریم آخریش. شیرینی بدید. حالا نوبت چالش اصلیه. چتر سخت ترین شکل. اگه اینو ببرم دیگه عمرن دوباره ریسک کنم. خیلی خوب باشه. این چتر رو نجات بده، بعدش پولو برداره برو، وگرنه رد میدم. من خودم اول همه رد میدم. آها یه چیز دیگه، این یکی رو باید تو 10 دقیقه انجام بدی. خب ببینم الان یعنی شروع شده؟ آره یعنی همین الان 9 دقیقه و 50 ثانیه. ببین دوست دارم ها، ولی حتی نمیخوام یک کلمه هم با هم حرف بزنم. ردیفه راحت باش. 800,000 دلار پول. یه بسته از اون پولا بده، لازم دارم. باشه بیا. داره ازش به عنوان چکش استفاده میکنه. تو اسکوید گیم از این خبرها نبوده. تا حالا تو عمرم اینقدر فشار روم نبوده. این یکی خیلی خیلی سخته. اگه ببازم حتما یه بلایی سر خودم میارم. 5 دقیقه مونده. به نظر من که تا اینجا خوب از پسش بر اومدی. اوه چکش کفشی. نمیدونم چرا دیگه کنده نمیشه. فقط 2 دقیقه مونده. داره آرام کنده میشه. تیکه هاش دارن در میان. فقط میگم که بدونی 60 ثانیه بیشتر نمونده. صبر کن ببینم چی شد. ای وای وای. والا نمیدونم چی بگم. خیلی احمقم بابا. اون همه پول داشتم، 700,000 دلار. چرا این کارو با خودم کردم؟ اگه تو همون چالش اول میباختی دردش کمتر بود مگه نه؟ معلومه خیلی کمتر بود. بیا پاشو رفیق. بلند شو وایسا. یه نصیحت کوچیک، اگه اومدین تو یکی از ویدیوهای مستر بیست تا فرصتش هست برین خونه. بچه ها اگه راستش رو بخواین منم خیلی ناراحت شدم. واسه همین تصمیم گرفتم به مک 100,000 دلار بابت زحماتش بدم. اگه دوست داریم بازم براتون از این ویدیوها دوبله کنیم بگید. ایشالا که بعدی پایان خوشتری داشته باشه. فعلا